سلام به دومین جلسه از مینی دوره رایگان شناخت مبانی اولیه قنادی خوش اومدید. خب ببینید، ما توی ویدیو قبلی گفتیم که شما واسه شروع باید چه کاری انجام بدید، که خلاصش این میشه که اول هیته خودتون رو مشخص کنید که میخواید توی چه هیته‌ای فعالیت کنید توی قنادی. خب و بعد اومدیم بررسی کردیم که آسان ترین هیته قنادی، یعنی از نظر تهیه ابزار و حالا زمان بر بودنش، کوکیه، که خب نسبت به بقیه هیته ها خیلی ساده تر میتونید شروعش کنید و اون دنگ و فنگی که هیته های دیگه شاید داشته باشه نداره. خب میریم هیته بعدی که کیک های کافی شاپیه که تخصص خودمه، که البته کوکی ها هم زیر مجموعه کیک های کافی شاپی میشه، ولی میتونیم به عنوان حالا یه هیته جدا هم بهش نگاه کنیم که فقط یه نفر اونو انجام بده. حالا ببینید، واسه هیته کیک های کافی شاپی شما وقتی کیک های خشک یا همون کیک شکلاتی ساده، کیک هویج گردو، بعد کیک زعفران، مثلا چیزای اینجوری بهشون میگن کیک های خشک رو بخواید انجام بدید، ابزار خاصی نمیخواید. دقیقا همون ابزار کوکی ها که بهتون جلسه پیش گفتم، پیمانه ها، لیسک، ویسک، حالا از این فرچه ها واسه چرب کردن قالب واسه رسیپی هایی که لازمه، کاغذ روغنی یا کاغذ نسوز. بعد واسه چیز کیک ها حالا ما رینگ، یه قالب کمربندی لازم داریم، حالا بسته به این که حالا اون سایز چیز کیکتون چه جوریه. خب این رینگا سایزش تنظیم میشه، اینا اسمش رینگای متحرکه. ما رینگ های ثابت هم داریم ولی اینا اسمش رینگ متحرک، بسته به سایز چیز کیکتون میتونید اینو باز و بسته کنید. اینا رینگ های متحرک. این هم که قالب کمربندیه، این حالا زیریش الان دم دستم نیست، باز میشه، این زیری قرار میگیره و این بسته میشه. بعد چیز کیک رو میذارید داخل یخچال، هر وقت خودشو گرفت اینو باز میکنید، از دورش آزاد. مثلا شما در نظر بگیر اگر کیک حالا هر کیک خامه‌ای، کیک دبل چاکلت، کیک خامه‌ای ساده یا مثلا رد ولوت، اینا رو داشته باشید، از این ابزار میتونید استفاده کنید که بهش میگن پلت یا پالت. این پلت ها توی سایزهای مختلف، شکل‌های مختلف هستن که اینجوری به صورت پلت های صاف، پلت های خمیده. باز اینا هر کدوم سایز بندی خودشو داره، یعنی سایز کوچیک، سایز بزرگ، بسته به سایز کیکتون. و مورد بعدی این پلت هایی هستن که واسه طراحی هستن، که حالا خیلی تو کیک های کافی شاپی استفاده نمیشه، یا مثلا برای این نقاط حساس و جاهایی که نمیشه با پلت کار کرد از این استفاده میکنیم، ولی بیشتر واسه دیزاین کیک و طراحی کیک. و یه مورد بعدی که هم تو کیک های کافی شاپی، یعنی هم تو خامه کشی کیک های کافی شاپی، هم خامه کشی کیک های تولد استفاده میشه، این لیسه های فنریه. این لیسه فنری های بنایی رو از ابزارالات میتونید تهیه کنید که باهاش خیلی راحت میتونید خامه کشی کنید و خیلی خامه کشی شارپ و تمیزی براتون ایجاد میکنه. ببین اینا هم هست، ولی من با این راحت ترم و به نظرم با این خیلی بهتر میشه. حالا حداقل من اینطوریم. شما بازم باید با ابزار کار کنید ببینید با کدوم راحت ترید. ولی این و کارت بانکی دو تا از ابزار خیلی مهم و خوب واسه خامه کشی هست. خب واسه کیک های کافی شاپی هم ابزارالاتی که می‌خواستیم همینا بود، چیز خاصی نمیخواد، حالا به علاوه همزن برقی که باید همزن برقی باشه. و مورد بعد واسه حالا چه کیک های کافی شاپی چه هر مدل کیک دیگه، قالب هست. ببینید قالب ها سایز های مختلفی داره. ما واسه کیک های خامه‌ای خب میگیم کیک 4 تخم مرغی برای فلان قالب، کیک 5 تخم مرغی برای فلان قالب، که حالا اونو باز بهش میرسیم توی ویدیوهای بعدی. ولی واسه کیک های کافی شاپی اصولا قالب های پرتکرار و مورد استفادهتون یه قالب 25 معمولا 5 تا 7 تخم مرغی استفاده میشه. این که خیلی قالب بزرگیه، این بیشتر واسه کیک های تولد که حالا برای تعداد بالا استفاده میشه استفاده میکنیم. ولی قالب 25 پرکاربرد. قالب 23 معمولا
4-5 تخم مرغی یا 4 تا تخم مرغ بزرگ یا 5 تا تخم مرغ متوسط. بعد مورد بعدی هم قالب 21 یا 22 سانته که این بیشتر واسه کیک های استفاده میشه که شما قرار خامه بکشید دورش و 1-2 سانت هم خامه بهش عرض میده و میشه همین تقریبا 23 سانت. چون اگه 23 سانت استفاده کنید واسه بعضی از دستورها خامه بیشتری میبره. حالا اینا دیگه خیلی بحث تخصصیه، میره توی کیک های کافی شاپی، من کلیتش رو بهتون اونجا میگم که شما بدونید واسه شروع چه ابزاری رو باید داشته باشید. اینا قالب‌های پرکاربرد کیک های کافی شاپیه، به علاوه حالا یا قالب کمربندی یا رینگ متحرک. اگر کیکاتون چیز کیکاتون همیشه توی سایز ثابته میتونید رینگ ثابت رو هم امتحان کنید، ولی خب این رینگ متحرکه. و حالا اگر خواستید اینا رو بدم این و اگه مثلا تیرامیسوی یا مثلا چیز کیکی یا هر چی داشتید که خواستید تو قالبای مربعی درست کنید، تو اینا هم میتونید درست کنید. براونی و اینا هم تو این قالب درست میشه و از همین قالبا میتونید رینگش رو هم تهیه کنید، هم رینگ ثابتش هم رینگ متحرکش که اونم باز ابعادش تنظیم میشه که تو چه ابعادی باشه. این از این. فکر نمی کنم چیز دیگه باشه که بخواد توضیح بدم. فقط من یه نکته که بهتون بگم، ببینید الک هم که دیگه میدونید باید داشته باشید. ببینید این 3 بار 4 بار الک کردن و اینا بحث کار حرفه‌ای و حجم بالا خیلی مطرح نیست، یعنی قنادی هم این کار نمیکنه. ولی من همیشه میگم همون یه بار رو حداقل الک کنید. چرا؟ چون بعضی وقتا ناخالصی، آچه آشغال، چپشک، این چیزا ممکنه توی آرد باشه یا آردتون حالا رطوبت گرفته باشه و گلوله باشه و شما با اون یه بار الک کردن خب میتونید متوجه این قضیه بشید. ولی اینکه اصلا الک نکنید به نظر من اوکی نیست. ولی خب بازم میگم اگر حالا وقت نبود یا هرچی از آردتون مطمئن بودید میتونید فقط با این ویسکی هوادهیش کنید که الک هم لازم نیست. ولی یه بار حالا ضرری نداره الک کردن و من این ظرف واسه الک هم آماده کردم، همیشه میذارم رو ترازو و بعد الکش میکنم و این همیشه ظرف آرد منه و اصلا لازم نیست بشوریدش. ببینید چون شما مدام دارید ازش استفاده میکنید و اصلا شستن ظرفی که مال آرده لزومی نداره. حالا چرا اگر خیلی دیگه کثیف شد و اینا بحثش فرق کنه، ولی اگه فقط آرد و پودر کاکائو و اینجور چیزا اصلا لازم نیست هر سری بشوریدش. این ظرف مخصوص آرد منه که خیلی اتفاقی با هم مچ در اومد و من همیشه از این عنوان ظرف آرد و الکم استفاده میکنم. یه نکته دیگه بهتون بگم، این ویدیو رو تموم کنیم بریم سراغ ویدیو بعدی که راجع به کیک های خامه ایه. خب ببینید شما اگر توی حالا کیک های کافی شاپیتون توی منوش پای سیب و اینا داشتید، میتونید این قالبای پای سیب یا اون قالبای کیکی ازی رو حتی به عنوان قالب پای سیب استفاده کنید یا قالبای مافین یا کاپ کیک که الان بهتون نشون میدم. خب شما اگر خواستید کاپ کیک کار کنید، خب این قالبا و حتی قالبای کوچیک‌ترش هم هست، حالا بسته به انتخاب خودتون میتونید این قالبای کاپ کیک رو انتخاب کنید و این قالبای پای سیب و مثلا فقط کاپ کیک کار کنید. این باز میگم تخصص خودتونه که اینا همه میشه هیته کیک های کافی شاپی، چه کوکی چه کاپ کیک. و اینا هم میدونید دیگه هر کدوم کاغذ روغنی مخصوص خودشو داره، سایز خودشو میدید، از لوازم قنادی‌ها تهیه میکنید. فکر نمی کنم نکته دیگه این مونده باشه. اگر این جلسه هم براتون مفید بود حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو فعال کنید. چرا؟ چون وقتی پست میذارم متوجه بشید که پست گذاشتم، بتونید بیاید و استفاده کنید از این ویدیوها. این ویدیوهایی که من میذارم همه حاصل سالها تجربه خودمه. این واسه شروع کار هیچکی نبود که این نکات رو به من بگه و من دارم همه این رو در اختیارتون میذارم، چی بخرید چی نخرید. یه نکته دیگه، شما واسه یه سری از سس‌های براق، یه سری از گاناش ها و یه سری از سس ها میگم توی شیرینی پزی فرانسوی احتیاج دارید به گوشت‌کوب برقی. حالا میگم واسه شروع لازم نیست حتما داشته باشید، ولی در ادامه اگر خواستید شیرینی پزی فرانسوی کار کنید حتما یک گوشت‌کوب برقی داشته باشید که لازمتون میشه. اگر خواستید شیرینی پزی فرانسوی رو کار کنید احتمالاً به تارت برمیخورید و به قالب تارت احتیاج پیدا میکنید که نباید جنسش نازک باشه، یه جنس ایدئال و خوب از یه جای معتبر خرید کنید
چون جنس رینگ تارت خیلی توی نتیجه نهایی تاثیر داره و احتیاج دارید حالا اگر خواستید پای کار کنید قالب‌های پایسی. دیگه بگم براتون که اگر خواستید تخصصی دونات کار کنید خب باید کاترهای دونات رو داشته باشید، حالا شکل‌های مختلف، و این به این برمیگرده که شما واسه شروع بخواید چیکار کنید. ببین شما اگر واسه شروع بخواید همه هندونه‌ها رو با یه دستتون بردارید نمیتونید. مثلا شما هنوز کیک ساده توش لنگ میزنید، هنوز توش پیشرفت نکردید، هنوز درست نمیتونید مواد رو با هم مخلوط کنید، پف موادتون میخوابه مثال، اینا نمیتونید یهو برید سراغ مباحث سنگین. شما باید پایه و از اون ابتدا شروع کنید و مهارتتون رو هی گسترش بدید و مثلا خیلی خودتون رو درگیر نکنید که همه چی سفارش بگیرید. من کیک تولد سفارش بگیرم، کوکی سفارش بگیرم، کیک سفارش بگیرم، فینگر فود سفارش بگیرم. نه اصلا همچین کاری نکنید. اگه حتی توی یه مورد فقط کوکی یا مثلا فقط موچی بتونید تبحر پیدا کنید و مشهور بشید، خیلی بهتر از اینه که از همه چی نصف و نیمه بلد باشید و کار خوبی تحویل مشتری ندید. این از کیک های کافی شاپی. ویدئوی بعدی هم میریم راجع به کیک های خامه‌ای و کیک های تولد، راجع به اونها صحبت میکنیم که البته اون خیلی دنیای گسترده‌ای داره توی بحث ما، ولی واسه شروع مقدماتیش بهتون میگم که چه چیزایی لازم دارید و چه چیزایی نباید بخرید. همین دیگه. اگر ویدیو رو دوست داشتید براتون مفید بود حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا باز پست‌های بعدی که گذاشتم حتما واسه شما بیاد و از دستش ندید، چون من اینجا هر چیزی که تجربه خودم رو باهاتون به اشتراک میذارم که شاید واسه یه سریاش دوره باید به شرکت کنید و من صرفا تجربه خودم رو بهتون میگم. امیدوارم که بتونید استفاده کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، واسه دوستاتون بفرستید و هر جوری که میدونید دیگه حمایت کنید که منم باز انگیزه بگیرم هی بیام براتون ویدیوهای بیشتر و مفیدتری بذارم. و اگر هم موضوعی رو راجبش سوال داشتید توی کامنت ها بپرسید تا راجب اون ویدیو بسازم. راضی خودتون باشید تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.